روزگاری بود در دار کهن، زندگی می کرد در آن پیرزن. پیرزن یک شب خدا را دید به خواب، کرد سؤال و از خدا بگرفت جواب. گفت خدا را بی کس و تنها منم، از برای دیدنت شیدا منم. آرزو دارم شوی مهمان من، پاره نان خوری از خوان من. لحظه خواهم که همرازم شوی، در دمی تنهای دمسازم شوی. شد پذیرا دعوت او را خدا، گفتش فردا آیم من پیش شما. پیرزن بیدار شد آن دم ز خواب، جارو زد او خانه اش را با شتاب. پیرزن بر سوی بازار شد روان، کرد خرید مغز و مویز و شهد و نان. خوردنی های لذیذ او بپخت، چشم براهی آمدی مهمان بدخت. بعد چندی تق تقی در را شنید، پیرزن شادان به سوی در دوید. پیرزن رفت باز کرد در با شتاب، دید مرد اسگدا کردش خطاب. داد زد بر آن گدا از در براند، بس درش را و خودش تنها بماند. باز ز نو از پشت در آمد صدا، پیرزن با خود بگفت آمد خدا. با شتاب رفت و درش را کرد باز، کودکی را دید با دست نیاز. کودکی بیچاره لرزان از خنک، در تنش پیراهنی داشت و تنک. گرم شدن میخواست کودک آن زمان، آرزو میپرورید در دل نهان. پیرزن اما به کودک داد زد، راندش از در بر سرش فریاد زد. راند کودک را و دری خانه ببست، منتظر در خانه اش تنها نشست. روز بگذشت و غروب کرد آفتاب، پرتو افشان در هوا شد ماهتاب. ناامید شد پیرزن نامد خدا، ناگهان از پشت در آمد صدا. پیرزن رفت آن زمان چشمش براه، دید زنی با کودکی با آه و واه. آن زنی بیچاره گفت میشو ملول، ده برایم درهمی گرداری پول. من برم بر کودکان خود غذا، تا خدا از همتت گردد رضا. پیرزن زین ماجرا شد در غضب، با سخنهای قبیح بگشاد لب. گفت برو این دم ز پیش خانه ام، حیف دانم من به تو کاشانه ام. وقت خواب شد گشت ناامید پیرزن، که چرا نآمد چرا مهمان من. خواب رفت آشفته حال و خسته جان، دید به خوابش باز خدا را ناگهان. پیرزن پرسید به خوابش از خدا، که کجا شد وعده های تو کجا؟ گفتی که مهمانی آیی خانه ام، پر ز فیضت میکنی کاشانه ام. گفت خدا بر پیرزن ای بی خبر، گفت خدا بر پیرزن ای بی خبر. گفت خدا بر پیرزن ای بی خبر، آمدم 3 بار راندیم ز در.